خداوند بر فرستاده‌اش وحی کرده پیمان نامه‌ای بر جا نیست. کجاست خدای نادیده محمد که جرأت کند در مقابل خدایان ما بایستد؟ مکه خیانتکاران را در خود جای نمی‌دهد. با دشمنم چهره به چهره حرف می‌زنم. محمد، پیام خدا بر محمد که سلام و درود بر او باد این است. بگذارید من هم همراه محمد باشم. دوست داشتم طاقت رنج İşlere dolandım sanki hiç dert yokmuş gibi. Battık madem en dibine, fark etmez mevzu bende. Elimde silah belimde rozet, tam daldım mevzu içine. Ama artık daraldım be. Neredesin birader tepeme çökmeden? Çok acayip tipler, ipler inceldi iyice. Neredesin birader tepeme çökmeden? Çok acayip tipler, ipler inceldi iyice. Neredesin birader? Fena işlere dolandım sanki hiç dert yokmuş gibi. Battık madem en dibine, fark etmez mevzu bende. Elimde silah belimde rozet, tam daldım mevzu içine. Ama artık daraldım be. Neredesin birader tepeme çökmeden? Çok acayip tipler, ipler inceldi iyice. Neredesin birader tepeme çökmeden? Çok acayip tipler, ipler inceldi iyice. Neredesin birader? Neredesin birader? سخت‌تر سخت‌تر باز هم سخت‌تر باز هم آن همین خیلی. یک لحظه اینجا بیایید. دختره با اون طرف رو. لبای با تو یک تکلیفی فایده‌آور دارم. در گرد و اطراف رفیقانی زیادی دارم که به ورزش میل دارند و میخوان که به ورزش مشغول شوند. آنها رو به تالاری ورزشی شما روان میکنم. ولی تو هم باید به من یاری دهی. این آدم رو میشناسی؟ یکم بار دیده ای؟ نشناختم. چرا جستجو میکنید؟ شما کی هستید؟ از شعبه پلیس. این آدم رو بیاناتش رو باید گیرم ولی نمیابم. نامش فرهاد است. با جنگ در قفس بازی های غیر رسمی مشغول بوده است. جنگ در قفس؟ این خیلی چیز هست مگر؟ ما جنگ رو با فلسفه اش می آموزانیم. به سودیا بر این برآوردن ممکن نیست. من ورزشگری ملی هستم. این خیلی کارها رو ما نمیکنیم. همین خیلی خوب میلش. اگر این آدم رو دیدی ما رو خبردار کن. من هم به رفیقانم میرسونم. فرهاد چیکار کردی؟ بدیها رفتی؟ پول؟ آدمون بی قوت رو میاری؟ در دو مشت با کامه میشوند و از من پول طلب میکنی. همین خیل پلیس ها رو هم از پسم کردی. اگر آن بچه به هوش آید گپ زند تو را میکشم. در حال از بین خیل زن. رحمت سلام. هر جا باشد تنها هستی؟ نفهمیدم. میگویم تنها هستی؟ نامی من شولا. نه تنها نیستم. با علیه یک جویم. سلام. علی روزت چی خیلی گذشت؟ من
با تو بد رفتار کردم. چیزی نیست جونم. یعنی تو هم مجبور شدی. علیا ما رو با رفیقت شناس نمیکنی مگر؟ توغری دخترها علی همکاری اپم. علی دوگانه های من مروه و ایشین. ممنونم. پلیس است؟ از قد قامتت معلوم است. نفهمیدم. پلیس شدن کاری آسان نیست میگویم. این به هر کس میسر نمی شود. دخترها علی رو همه کارش دشوار است. نه دیجی با صحنه میبراید. البته که او باید به من رقص دست ها رو میآموزند. مخلص او هستم. من زود میآیم. علیا با کجا میروی؟ بوریسپو است. در یک جمله دو تا خطا. این چخیر می شود؟ این تماما نادرست است. آن نخود همین خیل سکنوارد خطا رو چاپ کنیده. یا خدا. ای من تو رو بینم ذهنم کشاده می شود. تشکر. وای دختره که زیبایه کم. تو در این خانه اگر نباشی میدونی من از گرسنگی میمورم. گیر اینها را. چه سر شد؟ ایستا خاموش باش. صدایش رو چرا بلند میکنی لطفیه؟ گوشی همه رو کر میکنی؟ نگاه کن دختر با بچه حامله بودنش رو میگوید. تماشا کن. پسرم ایستا. بچه جو من به شما نگفتم مگر در این ساعت تو بازی نکنید. ای خدا در این خانه آرامی نیستی. ای محمد خاموش باش. او رو حامله بودنش رو میفهمانده است. چی کار میکرده است؟ تو هم اینجا نشستی محمده کار کرده ایستاده. نه در این خانه آرامی نیست. من میروم. با خدا که میروم. میروی؟ خیلی مایلش افتاندم. بزار کردی. من از راستی میروم. مایلش روی سفید. یا خدایا با من صبر ده. من رفتم. مایلش خیلی. شما بازی کنید. تماما اهمیت نمیدیدی. هایگی این کارهای میکردگی تو است. وی جناب شاه دامادی مدیر امنیت است. در نصف شب دیوانه ها بر این خود به خود گپ زده ایستادم. عجبا میگویم اینجا نشسته چای نوشم اما اونجا پول میگیرم. از همه خوبش به باغ میروم. دیگر علاج نیست. این اپای شفیق نیست مگر؟ خواهر آقای محمد بخشش شما رو ندیدم. یک کار داشتم بود کردم. به خونه رفته ایستادم. مالا شب بخیر. شب بخیر خواهر. شب بخیر. این قدر خواطر بود این دختر. یا خدایا بخیر باشد. سنم تو اینجا چیکار میکنی؟ من به تو نگفته بودم از من گریخته نمیتوانی؟ این شب رو یک جا میگذرانیم. یعنی میگذرانیم البته، ولی این شب نمیشود. تو نمیدونی من بسیار خسته شدم. یکون شبی دیگر کنیم این کارو نمیشود مگر غیر از این تو به خانه چقدر در آمدی؟ باید در بانسکو کلی داشته است. در رو کشد.
سرت کله گوبری چرا درک شدی؟ هر کسی که آید درهم میکشایی. همه چیز یعنی زیبا، همهش عالی. شمها را در گیرانده یک فضای رمانتیکی آماده کرده. عجایب، یک فضای خوب است. اما مرا گوش کن سنم، این شب این کارو نکنیم. تو بعضی چیزها رو نمیدانی، از بعضی موضوع ها حالا بیخبر هستی. چه چیزها باشد؟ مگر باز بیمار میگویی؟ نه جونم، بیمار نیستم. بعضی چیزایی هست که تو حالا نمیدونی جونم. چی سون چیز که من نمیدونم؟ سنم گوش کن، حالا از راستی گفته نمیتوانم این را. گفته میتوانستم که یا به تو میگفتم، اما ببین نمیتوانم. چیزی که در آینده پشیمان میشویم نباید کنیم. نمیکنیم. بس کن، بس. با خدای کمی یگیتی اصلشه. تمام میفهمم. گوش کن سنم، میفهمم. بیل تو بالایم آمدن نگیر. اجازت بده من زود همش رو فهمانم. میلش سنم، وضعیت این که در اصل من نیستم. این چی معنی دارد عشقم؟ یعنی من نیستم. من برای گرفتن نوشوکی میروم. یگان کس میخواهد؟ البته. علی تو چی؟ نه، من کمی با نزدی علی میروم. تو علیه رو خوب نمیشناخته بوده ای؟ پیشتر چرا اون خیلی گفتی علیه رو نمیشناختم فلان؟ تو حالا همون موضوع رو میگی؟ یعنی سخنت نیم کلامون برای همین. یعنی چشمی علیه اگر کار عجیبی کرده ایستاده باشد چیزی رو نمیبیند. تو هم علی کاری کن که دقتش رو جلب سازی و رشک برد و نزداید وگرنه نمیآید در حیاتش. رشک کردن در کار گفتنی Pasito a pasito, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Despacito, quiero respirar tu fuego despacito. Deja que te diga cosas al oído. چی یعنی در اصل نگاه کنی؟ وای است. یعنی من هستم. با من نزدیک شوی؟ من نیستم. یک سرود اگر شنیده باشی، خواجه بگو که منم. فهمیدی آخر؟ یگید عشقم چی میگی تو؟ من چیزی را نفهمیدم. من فهمانده ایستادم. چرا تو نمیفهمی سنم؟ کشاد و روشن فهمانده ایستادم. دیگر چی گویم؟ سنم ببین، من یک مشکلی کلان دارم. با خدا عشقم، این بسیار مشکلی کلان است. چرا با من بر وقت نگفتی نزد دکتر میرفتیم؟ من این رو نمیگویم. دیگر چیز گفتنیم. شرمنده نکن برای این خیلی چیز نیست. همش صد پاییه. عشقم، این خیلی چیز هم میشود. نباید شرم کرده غمگین شوی. رفتیم به نزد دکتر تبابت میکنیم. رفتیم هم دکتر تبابت گفته ایستاده. این خیلی چیز نیست. من ساخت سلامتمه. تمام جانم، بگذار گفته تو باشد. ولی اگر در این وضع باشی باید تو مرا حتما بگویی. تمام، گوش کن. از برای خدا ایست. من به تو همش رو میفهمانم. اما بین، تنم عرق خلوط شد. خودم از بیرون آمدم. بوی بد کرده ایستادم. خسته. تو شین. من رفته دستوریم رو شسته بعداً میآیم و همش رو میفهمانم. تمام. مالش، ولی مرا زیاد انتظار نکن. نه یا بالایم نه یا را. خدایا. خدای مهربانی دختر رو بین سرم رو ویران کرد. برادر، من چه خیلی زیبا داشته باشم ها؟ در هندوستان دخترها، در اینجا این دختر. چی گفته ایستاده یونس؟ از این دختر خلاص افتان در کار. آخر نامزدی یگید است. من چی کار میکنم با این دختر؟ به خدا حیرانم. چی کار کردنم رو نمیدونم. تکمه خواطری. وقتی زیر کردی در 3 ثانیه در نزدت هستم گفته بود. کنی بینیم جناب قدرت. 1 2 3. نه، در کجاست؟ اینجا نمی گرفتگی است.
از اینجا هر جا باشد میگیرد. 1 2 3 1 2 3 یگیت عشقم کجا شدی تو؟ فرازند این را. این آدم تکمه زیاد مانده است. ویران است، کار نمی کند. چرا گرفتم این را؟ چرا گرفتم؟ می برداریم این خیل باشد، می نوشیم. بگذار همیشه خوشبخت باشیم. چشم رسید. یعنی این همه برای یک دختر زیبایی است که در گرد این میز می باشد و به من پسند است. اوه، میبینم که صحبتتون گرم شده است. من چه خیلی بودم در صحنه؟ گوید کنی؟ یک لحظه علیا جون. علی، در گرد میز دخترانی زیبا گفته کی رو در نظر داری تو؟ ایزو ندهید رفیقم را. در چند سال یک بار به شب نشینی آمد. نه جانم، چی جای شرم و برش است؟ در اصل گیریم این سوال را من فکر کردم. اون دختری زیبایی که من گفتم شوله است. یعنی شوله جان بعد شب نشینی با میخوریم ها؟ البته بچه زیبا. علی رقص کردم رشکت آمد چی شد علیا؟ برای تو مشکلی داشته باشد بگو لطفا. نه یو اما یعنی وای دختر کمی مشکلی دارد، برای همین حیران شدم. برای این سبب دیگری ندارد یعنی؟ یک لحظه علی، بازی رو ویران نکن. اونم رو باید از این میز میگفتی. این خیل باشد میگویم. بگو. مروه این خیل که باشد من با اجازت شما آدمی خودم رو گرفته به صحنه به رقص میبرم. با هم دیگر پسند آمدن شاید. اگر اون نهایت پس من باید روم. در اینجا محکم شده مانده من. یگیت عشقم کجا شدی تو؟ یا خدایا آمد. اینجا کلید نداشته باشد میگر. آمد من سوختم. از اینجا برآمده به اصلیت چی خیلی نگاه میکنم. یگان چیز باید یابم. البته یافتم. تیریزه هوادارایی. یگیت یگیت خوب هستی؟ یگان مشکلی است؟ بله جانم خوبم چیزی نیست. همه کار برای این شب خوبتر گذرد گفته ایستادم. آمادگی دیده ایستادم. کمی بعد در نظر میشوم جانم عزیزم. خوب ولی تیستر برو لطفاً، دلگیر شدم. چیزی نیست اینجا. جانم صدای چی است اونجا؟ گفتم که عشقم برای خوبتر گذراندن این شب آمادگی گرفته ایستادم. به خدا یکی تا 10 حساب میکنم. برآمدی نبرآمدی میدرایم. بسیار خوب میشود. آهسته حساب کن. پر هیجان شود. برا عشقم تو چی میگویی؟ من نمیفهمم. دلگیر شدم. من هم برای تو رو منتظر کردنم معذرت میخوام، ولی همه چیز خوب میگذرد. آدم این رو کشاده میموند. یک روز میشود که برادرت میبراید. تو چی خیلی آدم هستی یگید از حساب رو گرداندم. به درو میدرایم. عشقم اگر درایی مثل وای درا، در فیلم مثل آنها درا. کدوم فیلم؟ تو چی میگویی؟ یک فیلم از کو تماشابینی زیاد دارد. زن رکورد زد از در همین خیل میدارد که تمام آدم ها هوششون میرود. مگر ندیده ای؟ بیا کن باز شما. Ama artık daraldım be. Neredesin birader? Tepeme çökmeden. یگید تو با من کودک بازی داری مگر؟ من در اومدم شد. یگید Neredesin birader? Tepeme çökmeden. Çok acayip tipler. İpler inceldi iyice. Neredesin birader? Neredesin birader? علیه من با کی میگویم؟ این به ترتیبی رو بینه؟ زود باش
باش در میمونی خواهرم خیز میگویم در میمونی خیز اوف از دوگانم درس رو میگیرم اپا لطفا ما خوب روم دوگانت با جایت به امتحان درآید نمیشود سفسته نگو کنی تیز خیز سلام بخیر است؟ اصلیه با ما کمی صحبت کنیم؟ البته صحبت میکنیم بیا مرحمت بگیر نوش جان رحمت در این صبح بر وقت رو از کار رفتن باز داشتم چی کار کنم به نزدیکی روم نمیدانم هیچ گپ نی چی شد؟ یگون واقعی بد شد؟ یک چیز شد به یکی چیزی شده است از من خودش رو دور میگیرد مثلی که از نزد من پریده رفته ایستاده است یعنی سنم چی گویم نمیدونم گرچند یکی دوی ما همه خلاست ولی تو این رو نادیده گرفته ای شاید واهمه میکنی این بر چیز دیگری است میدونم حس میکنم مثل که از من گریخته ایستاده است گپ دیگری است مثل که وای مردی با قوت پرجاذبه رفت و به جایش یک مرد به خوشی به حوصله درگیر کننده به جایش اومد میدونم مرا دوست نمیدارد شاید دلگیر شده است با فکر من تو واهمه داری سنم گوش کن فکر کن خودت وقتی آخر کاری زیاد داریم همه کارهایمان رو برو میآید مسئله بانک رو میدونی بعد از آن لونا پارک دوبار با مرگ رو برو شد باید تو رو بفهمی تراوما گرفته است آسان نیست یعنی تو میگویی که مرا دوست میدارد ولی از سبب اون حادثه های این خیل است بله این خیل میشود این خیل باشد من باید او را زیادتر نگاه بین کنم وقتم را زیادتر با او گذرانم او جانی من از او را رنجاندن نمیخواهم او به مهربانی من و نوازشی من یعنی سخت احتیاج دارد تو میخیل آی چرا نفهمیدم اصلیه تشکر زیاد خیر من روم وقتت رو نگیرم سرم توب خورده ایستاده است آی خوب هستی؟ سنم خوب هستی؟ اینجا بشین استراحت کن خسته شده ای من حاضر برای تو چای آماده میکنم علیه هم خوب است کمی بد میخیزد یک جای صبحانه میخورد تا آن وقت تو استراحت میکنی مایدش میشود رحمت تمام جانی مرا ببین گفتن نمیتواند گفتن شرط نیست آخر سنم رو دارد و سنم رو او رو هیچ وقت تنها نمیگذارم هیچ وقت به این هم شاهد ننوشتن کودک خردکک چرا شاهدی میدید نوشتن نمیتواند چیزی را هم ندیده است باشد ولی آخر آن بار تو از نظر گذرانی چی میشود ببین کودکی مرا شاهد مینویسند بعد به سود میرویم ببین یک کودک را در کوچه پایان شاهد نوشتند مادرش را باشد از برای پسرش جریمه کردند لطفیه جان از همسایه ها گپای بیهوده شنیده آمده به من نقل نکن فهمیدی من پلیسم این کار را میدانم یک نفر را شاهد نویسند آمده از دهنی در میبرن او را این کاری من است آخر محمد از برای خدا یک بار دیگر سنجیده بین من نمیخواهم که پشت درم پلیس بیاید شو جانم پروا نکن هیچ پلیس نمیآید فقط خبرت کنم که در درون خانه پلیس از دایم برای چی هیچ کس مرا گوش نمیکند این حال هم به زنی پلیس بودن عادت نکرده است سالها زنی پلیس شدن را نآموخت این ماشینی فرهاد نیست مگر هپ 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 آقای محمد خواهر با تو کمی صحبت کنیم صحبت میکنیم و چی میگویم درباره برادرم باشه نه درباره مکانی فرهاد گپ میزنیم کانور مگریگر بزن که من در تو پول ماندگیم و خدا پای تیکو منم پول پای میتیم بزنش حبیب نور مگمیتو پرید من میدونستم برای همین در حبیب پول خواه کنم ای بچه شیطانگری نکن
تو در کنر مگرگر پول خوب کرده بودی. چخیل کنر مگرگر؟ من در حبیب نورمگامدوف پول خوب کرده بودم. از اول هم خیلی گفتم که ای بای بخدوی دروغ نگو، تو حبیب نه کنر گفتی. بخدو شما کار بوده نه گوشاتون برای علیش کنه. من از اول گفتم که در حبیب نورمگامدوف پول خوب میکنم. ای برادر رو خشمو بگین، من هم خیلی نگفته بودم. شما یک گپ شیده نه؟ محمد پیاله را بگی دسترم بزن. اکای نعمت همه اوسما را بگی دسترم بریز. اکای غیرت توفلیت کتی بزنم. ای پناه میدونه نه؟ برای 10 سومون ها؟ 20 سومونی تو میتومه. بچه اون که یک قهوه بگیرین من بخورم عصبم آرام شوه. کیم چی کارو کردین؟ همه کسی سری مرا گران کردشتین. مگر با آدم محلتون همه خیلی معامله میکنین. برای 10 سومونی جوشو میبروه. ما را آدمی اندک مندک نیستیم. در پشت ما آدم داریم یا نداریم؟ بخدا میترسم همین چویا بنوشم. زهر پر نداخته باشم با. ای دستی یا همه کار میاین. تمام میتیم هم 10 سومون تایی. ای کب بنویس در یگان جا میتون تا آخی بخدا. کم نزن التماس میتون گفتوه. ای دختر تی برادر رو نگاه کنه. ای اکا نگاه کیسو. من نمی خدا این نمی دخترچک ای من 50 سومانی قرضو رای. من میتونم 15 سومتونه بگیریم. شد گیر پولت رو. اینقدر تو نالیده لیکن ماندگیش رو بعد عید میدهم. چی کار کنم؟ با من بگو. این کمیسر در کجاست میدونی؟ ممکن به امنیت رفتگیست. چی نگاه داریم؟ من میلیسم که هر راه گذاره پرسم. خودو چی با زنگ نمیزنی نمیپرسی؟ امروز قریب 500 بار زنگ زدم. به زنگ تماما جواب نداد. من همچی کار کردنم رو ندونستم. اگر او رو دیدی بگو که امینه تو رو میکوبد. خودش رو احتیاط کنه. من خیلی چه 20 سومونه رنگ 10 سومونه نگاه کردستین؟ این 20 سومونه حاضر میرم در یکان جا مایدش میکنم هم 10 سومون تونه میارم. نه که شما تهمت کردین. من در کنر مگرگر پول نمانده بودم. کسی خبر نداره ایرا بدونه که در کیسه من 20 سومونه. هوپا چی شد؟ آماده شدیم. نوارگیری سر شد مگر؟ نوارگیری نه، ظلم سر میشود. زود مارش به پیش. از برای خدا چی خیل به پیش؟ باز ورزش افتیدم از پا آخر. باز خوبتر مستحکم میشوی. زود به پیش بازی مکن. رفتیم. ایست یک لحظه ایست. تو در کجا میگردی ها؟ یک چند بار این توگمه را زیر کردم. تو برای چی نامدی ها؟ گفتی تا 3 حساب کن میایم. چرا نامدی؟ مسئله بازنها بودنت کاری من نیست. متاسفانه در آن وقت تنها هستی. هیچ کار کرده نمیتونی. یا خدایا همه چیز رو میدانی ولی اون چیز رو نمیدانی. یک هشدار یافته ای فیشیش کرده گشته ای مثل کودک ها. مرا بین چی چیزها به سرم آمد. خودم را جانم را به زور نجات دادم. جانم یک طرف ناموسم را به زور نجات دادم. کمی بود که از تیریزه افتم. خوب کو به پول تو رو تعلیم میدیم. شد بازی نکن. به پیش مارش. از برای خدا ایستا برادر. مثل زنکو گریه کردن رو یک طرف مانو. به پیش داو مارش. تلفن لبه هستی؟ چی؟ اکای محمد یافته است؟ مکان فرهاد رو؟ البته جانم. مادامی که با من احتیاج دارید من می آیم. با من احتیاج داشته باشید البته می آیم. پرواز کرده می آیم. شد تا بازدید می آیم. بخشش زیاد جناب قدرت معذرت میخوام ولی امروز مشقمان اینجا به پایان میرسد چون که از امنیت زنگ زدن. با یک پلیس شجاع احتیاج دارند. آن پلیس باشد من. خیر میلش من میروم تا بازدید. راه از کدام طرف بود؟ نخند. راه از کدام طرف بود؟ کورتت را به شیمت درار. برآمده است. شد چرا با شب نشینی رفتی علی؟ خویده ای ندیدیم از وای. علی؟ علیا؟ بخیر است اینجا چیکار میکنی؟ هیچ. صحبت کرده میتوانیم؟ البته چی شد؟ یگان چیزی بد نیست آخه؟ وای در باره رابطه همون صحبت کردن میخواهم. با یگان جای موافق میرویم؟ رابطه همون گفتی تو؟ البته رفتیم. بیا با کافه میرویم.
از این طرف رفتیم. نتیجه داد که رشکش برده است. با دقت باشیم تا آن آدم رو از دست ندهیم. تمام. یگید این چیست؟ در دستت مثل سلاح داشته ای؟ این وی است توگمه حالتی تجری، توگمه خوشبختی یعنی از قدیم مانده است. رو نزدیک نشو، رو گم شو رو از اینجا کارهای خفناک می شود. این وی است یک وقتها یک ماشین کهنه داشتیم، کلیدی همان است، از کودکی در دستم مانده است، یعنی یگان چیزی مهمی نیست. گپ را زیاد نکنیم و می دراییم. رفتیم. بله اصلی هم من از پیش روم. چقدر جای افلاس بوده است، آدم رو گریزانده اینجا میارن میکرد. موشها حتی از بسیار بودن اینجا فوتبال میکنن. اصلی چیزی نیست به فکرم. چیزی نیست. من به تو چیزی نشود گفته وی کردم. بار گذاشتم همیخی شد که یعنی ریفلکس. بالا سر پلیس چیم؟ خوب هستی؟ دو با کجا دوام؟ با خدا از این هیچ امید نداشتم. fark etmez mevzu bende. بله علیا تو رو گوش میکنم، از کجای خواهی آغاز کن. کاره که دینا شب گذشت بعد که تو رو یک جا با مروه دیدم فکر کردم که باید گپ زنیم. البته یعنی به فکری من هم. علی میدونم دختری چقانم، خونم در جوش است، اما حاضر بسیار جدی هستم. با تو یک چیز رو باید گپ زنم. اگر خواهی که رابطه‌مون خوبتر و بهتر شود گفته هایم رو اجرا کن. رابطه‌مون یعنی البته رابطه‌مون خوب پیش رود میخواهم، همین رو میخواهم. مروه در حیاتم جای خودش را دارد و دیشب دیدم که از یکدیگر خوشتان آمد. عیناً همین خیل حاضر رد کنم اگر دروغ میشود. مروه دوگانه نزدیکم است. در حیات او یک چند جوان آمد و رفت و او را رنجاندند. اگر تو هم او را رنجانی، دلش را شکنی، کمتر او را رنجانی، میدانم با تو چی کار کنم. این را دانسته باش. اگر خواهی که دوستیمون ادامه یابد مروه را نرنجان. مروه
پسرم من دیروز با تلفن نگفتم که دیگر بر سرمان بلا نیار بس کن این کارهایت را بس کن نگفته بودم گفتید سردار گفتید ولی این حادثه دیگر شد کمی فرق دارد چه فرق دارد تو مگر نمیفهمی پسرم آدم را زدی حسونش رفته شد سردارم چیکار کنم آدم گریخته ایستاده بود دستگیر کردنش دشوار بود من باشم با این شک دستگیرش کردم این شوخی است مگر سلاحات را بمنده زود بمنده از کار رانده شدی ده از کار رانده شدم بله رانده شدی بده به من سلاحات را زود گم نیست سردار به این هم به این کار عادت نکردم خوب شد که راندید مرا تشکر میکنم بفرمایید رحمت بیمان بخندم مگر میدانی ها به تو احتیاج دارم برای همین خیل میکنی گیرین را زود رفته به اصله یاری رزان زود باش یا خدایا برادر چیگه پس رانده میشوی باز به زور میدیهند سلاحت را یعنی به من احتیاج دارن این کار کرده نمیتوانی اویله اون بچه نامی تو رو گرفته است در محبسی مالتپه اکای رفت است کو او هم نامی تو رو گرفت حاضر این محاربه ها رو که تشکیل میکند در کجا میگذرانند همه‌اش را به من میگویی بخند این آخرین خندت میشود چون که از این کار رهایی نداری بخشش اصلی در آمدن ممکنه؟ با خدا میستی که در فیلم ها هست شفق در کم است میدونی؟ بچه رو به یک طرف پرتفتند کی میدوند باز چند جوانی دیگر مثلی او شد و گاه یا روز دیگر تو رو هم میکشند به کنار میپرتایند گپ زن ببین اگر از گپ زدن بترسی ما تو رو محافظت میکنیم دولت رو حفظ میکند بپروا باش تو رو ما تومای اون آدم ها نمیکنیم میلش نترس یا خدایا یک جوان رو میکشن تو باشی پروا نداری ها خودت میدونی یگید به اینجا بیا در اونجا کمی صحبت کنیم این گفته هایم رو هیچ فکر نمی کردم این آدم رو کمی ترسانده می توانی یعنی با راه و اصول خودت با راه و اصول خودم یعنی چه خیل؟ یعنی چون هر وقت بازن پلیس بدقر می شوی کن تو راه و اصول مرا گفتنی البته می کنم پروا نکن با راه و اصول خودم او را به گپ می درارم همین خیلی می کنم یعنی بله تو پروا نکن من حال می کنم این را چی؟ با دست نرسون تنها وای مکن ترسان او رو بس من بیرون می برایم میلش اصلیه راه و اصول خودم چه خیل باشد راه و اصول من fark etmez mevzu bende حاضر البته که باید من با تو رفتاری بد و دغلا نکنم یعنی چی دانم مثال این سلاح را به دهانت گذارم یا سرت را به میزنم به درونی قوطی در آورده برآوردنم لازم اما یعنی وضعیت این است که من در اصل این خیر آدم نیستم در حیاتم
تا حال کسی را نزدم. اگر زدم گویم دروغ می شود. من چی ها می گویم خدایا، چی کار کردنم را نمی دانم. تگمه تاجر را زیر کنم، چی او را دعوت کنم عجبا. او آمدن نمی تواند. یا خدای مهربانم، در کجایی که یک کاری بد باشد آمده مرا می یابند. این چی خیل هستن؟ اوف تو باید برادر یکان چیز گفتنت لازم. بیا این خیر کنی، من اینجا سر و صدا میبرم، تو هم یک اوف گفته پوفل داد میکنی. فهمیدی؟ در بیرون بودگی ها پای نبرند. داره همین گبزن با تو میگویم گبزن. در درون کی است؟ یگیت آدمی دستگیر کردم، اون رو پرسیش دارد. اوه، حاضر آدم رو پاره کرده میبرد. به خدا از اون میترسم که وی آدم رو زده میکشد. یعنی این رو نمیدونم. و یگیت است. ببین برادر، من تو رو میفهمم، تو هم بفهم. یعنی من با خواهش خودم نکردم این کار را. بالون را پرتوتم بسر ازت. به خدا این را تماما انتظار نبودم. خیر همه خیر شد. تو با من یک دو چیزی خوردکک بگو که یعنی برای آن که من در نزد همکارانم شرمنده نشوم. میلش میدونم از تو چیزی دشوار میخوام. اینها مرا پلیس گنده، یعنی پلیس گیزله، بدرفتار و بدخشم فکر میکنم. اما در اصل من آن شخص نیستم. یک وضعیت است که به تو گفته نمیتوانم. یعنی اگر تو گپ نزنی همه کار باره من آشکار میشه. حاضر همش رو بگو، بعد در سری سود میتوانی این کار کنی. سوده رو میگویی که مجبورم کردن به زور گفتم. گپ زن، سرت رو شکنم یا خامتت را. گپ زن، مرا دیوانه نکنی. میگویم گپ زن. آخر گپ زن میگویم به تو یک خودک. گپ زن راتی، گپ زن میگویم. وای بیچاره از هوش نرفته باشد؟ من خطا کردم، باید چیزی نمیگفتم. گوش کن برادر، عشق هست تو میدونی؟ عاشق شده ای یگان بار؟ به خدا من شدم. کمی پیش در اینجا بود که حاضر در بیرون انتظار است. اصلیه عاشق اویم. از این دوستان بیرونم کردن. تجربه اکتوریم برباد رفت. حیاتم محو شد. در مسئله اویلوی باشد یره دارم، چیزی ندارم. من در یک وقتی نامناسب این دختر رو برایم برآمد. من آدمی نیستم که زود عاشق شوم. نصف دنیا را گشتم، آدم های زیادی را دیدم، ولی آمده عشق مییابد تو را در یک حالتی که انتظارش نیستی. بعد از آن نفس کشیم را حس کردم. آسمان کبود بوده است. من این را بعد فهمیدم. در آسمان ستاره بوده است، برگ درختان، بحر و اقیانوس ها، دریاها. چشمم گشاده شد. اما بیا ببین، در حیات من یک حقیقت دیگر هم هست. یعنی من حاضر در جایی که نباشم هستم. یعنی من در اصل من نیستم. یک طرف زندگیم بهار و باغچه، طرف دیگری حیاتم باشد زمستان و باران قیامت است. برای همین من از همه چیز میگذرم، ولی این دختر را یک لحظه نمیگذارم که زیغ شود. فهمیدی مرا؟ کامراها چرا خاموشند؟ سردار این خیل گویم یگه در درون است ها؟ کی میداند آدم را به چی حال آورده است؟ سردارم آرام باشد، ما چارهش رو میبینیم. نه جنابان نمیبینید. تو مرا دیوانه میکنی. امشب محاربه میشود. آدم مکفتگیاتون رو در آنجا یافتن میتواند. دیگر سال ندید کمیسر که با خود بسیار آرام کرد. رحمت برادر. سردارم بسیار بد شد. بگیر آب نوش. بگیر برادر. کمی ایست یک آب شپم. بس است. علم دارد علم. تمام.
بگید ایستا ایستا تو کی هستی؟ از اونجا نباید میبر اومدی. تو کی هستی؟ بیرون بر آمدن تو خطرناک است. حالا به خود نآمده ای. به خاطر میاری. همه را به خاطر میاری برادرم. گپ میزنی خودت. کنی بیا. بیا. طاقت کن. کنی بیا. آیسته. انا میتاف. یعنی تو در این حکایه آدمی خوب هستی؟ عیناً همین خیل. من چرا به تو باور کنم؟ یگان راهی دیگر داری یگید؟ یک لحظه ایست. برادری دوگانی که من کارهای تو را میکنم. من باشم در این خانه چوبین زندگی میکنم. همینطور. تا زمانی که درباره دست سیاه به من نقل نکنی، البته اول باید به یاد داری برادرت نبودن تو را حس نمیکنند. البته از من درس آموخت. پروا نکن. موافق این نقشه برادرت در امنیت تو باشی در نزد من در جنگ یاردمچی من میشوید. یاردم چی میشوم؟ گوش کن. دست سیاه دشمنی تو هم هست دیگید. دوست داشته تو را کشتند. تو را به این حال آوردند. به یاد نداری؟ هر دو امان با یک دشمن محاربه داریم. درباره آنها چیزی بسیار میدانند. تو هم چیزهای مهمی میدانی. میدانستی اگر یک جای حرکت کنیم ریشه هایشون را کنده میپرداریم. به خدا مرا ببخش. نه به این حکایه ای گفته و نه به خودت باور نمی کنم. برای همین من در این حکایه نیستم. چی گویم من؟ چیزی نگو. نقشه مرا ویران نکن میگویم به تو. بسیار خوب. با تو گفتم که من در این حکایه نیستم. نمیفهمی مگر؟ İplerin inceldi iyice. Neredesin birader? Neredesin birader? جایی که مادرم کار میکرد شرکتی وکیف. ولی چرا در بارش معلوماتی نیست در این شرکت؟ مثل که کسی نمیخواد ما در باره مادرم چیزی رو بدونیم. یک لحظه. چی ها میگویی تو؟ به عملیات رفته ایستادم من. یک چیز گویم. باید بازهایت به عملیات میروی یا به توی هیچ معلوم نیست امک جون. تو از کجا میدونی؟ شاید ما به یگان توی به عملیات میرویم. باید همش رو به تو گویم. به هر کار بینیت رو نخلم. امکت رو غم ندی. یا خدای مهربان این رو ببینند. میبینی فراموش کردم امروز بازی داشتیم. چیکار کنم اکنون؟ بازی چی امک جون؟ به یک نفر خبر دادم که اومده حتما بیگاه فوتبال بازی میکنیم. ولی حاضر رفته نمیتوانم. چی خیلی رو من؟ اوف. پروا نکنید. او گویا چیزی رو نشنیدید. اومده ببینند که شما نیستید بعد میروند. بازی رو سر میکنند به شما.
بین هم به یک نفر بازی می شود. درست میگویی دخترچه. آفرین، گربه در آخر موش را داشت. بله بله، تبریک میکنم. این بار با عقلانه گپ زدی ها؟ لطف کردید. خاموش باش، اصلیه گپ میزنن. اصلیه لبه اصلیه. آمادگی دیده ایستادم. آماده شدم، یعنی میایم. البته آماده شدم، میایم. نه تو پروا نکن جانم، من میایم. سری وقت اونجا میشوم. تمام. خیر تا بازدید. خیر. امک جون چی گپ خودش؟ چی گپ؟ وقتی زنگ تلفنی خوشحالی شما رو فرا گرفت. دهانتان باشد پری خنده شد. با ارازتان بازی کرد و در وجودتان میبینم تغییرات وارد شد. با پی اصلی عاشق ازت شما یا من این خیلی فکر میکنم عجبا. دخترک تو چه ها گفته ایستاده؟ مگر این خیلی میشود بیهودگویی نکن. او تنها همکارم. تمام. رویتان سرخ شد. چشمانتان رو میگریزانید. بینید با ایراستان رو تا حال میلرزانید. انیق شما عاشق شدید به این دختر. انیق امینه، تو با کارهای از خودت کلان چرا کار میشه؟ این خیلی چیز نیست. کدامیش؟ این آرا و تارا دادنتون برای او است؟ نباشد به عملیات کدام آدم خود را این خیلی آرا و تارا داده میرود؟ تو چه خیلی دختر هستی؟ از تو چیزی رو پنهان کردن نمیشود. نمیسمه؟ عاشق هستید؟ امکم اصلی را دوست میدارد. امکم اصلی را دوست میدارد. داد نزن از برای خودتان ضعیف. تمام خاموش. چی گپ از خودش؟ امکم اصلی را دوست میدارد گفته این طرف اون طرف میتاب میخورید. ایست. لکی. شما لکی هستید. نه؟ تو هستی؟ بله منم. شام بخیر. акай Шавкат ба ту салом гуфт ин шом ту бозӣ дорӣ медонӣ? بازی رو میگوید. یک لحظه مرا ببخشید. این شام به بازی آمدن نمیتوانم. اگر پرسید چرا؟ یک کاری تعجیلی برآمد برادران و هم لباس های موافق نیست. اگر کار نمی داشتم حتما اشتراک میکردم. بهتره شما از دسته دویم یگان نفر را به بازی درآورید. خیر. акай Шавкат гуфт уро ногирифта наёяд. фаҳмидӣ? تمام برادران ایستید. من باید به عملیات روم. مرا سر دید. یک لحظه. چرا شما مرا مجبور میکنید؟ ایستید آخر. چرا؟ گروه شما کو چرا نگاه کند؟ شما باشید بینای دیگر را محافظت کنید. از بالای آن بنا فرآمده اطراف را احاطه کنید. ما میدرویم. این یگید کجا شد؟ باز بیمار نشده باشد؟ نفهمیدم. گفت میآیم. هنوز نآمده است. شاید پروبکا مونده باشد. شاید. یک زنگ زنیم چی؟ کنی زنگ زنیم. گوش کنید برادران، من پلیس هستم. حجت دارم. سلاح دارم فلان. من باید به یک عملیات روم. حاضر برادر مرا رها کنید روم. گفتنید که ما پروانه داریم. وظیفه همان را میکنیم. حرمت میکنیم. یعنی کنی رفته بینیم اکای شوکت را. به فکر مرا بسیار یاد کرده است. به زور به بازی مرا نمیبرارد کن. این بازی چقدر مهم بود است. من حملگر بازی میکنم. شما چی؟ محافظ؟ دیگر چی شدنش ممکن همش معلوم. از شما آدم میگذرد اما توپ نی. اینجا کجاست؟ استادیون در درون همین است؟ با کجا می رویم ما؟ با این را بینم. با کجا آمدیم ما؟ این بازی چقدر مهم بود است، اما شرط و شرایطش باید. مگر میدان فوتبال در همه جای ها می شود؟ این چی است؟
акай шафкати одамро оварде. ай шери ман, ҳоло ҳам мисли бомба ҳастӣ. ин шом аз ту ӯро зада майда карданатро мехоҳам. чӣ хеле ки пештар мекардӣ. тавба яъне зада майда кардан яъне чӣ гап аст? акай шавкат, шумо бояд маро дуруст фаҳмед. акай шавкат, ман бояд ба як амалиёт равам ин шом. инро медонед? аҷабо, бозиро ба шоми дигар гузаронем намешавад акай шавкат? мешавад? ҳоло ҳам шӯхӣ мекунӣ? шар бачаи ман. аз боло нигоҳ мекунам. ман шӯхӣ накардам, бо тамоми ҷиддият гуфтам. ҷаноби шавкат ака. ҳоло ҳам ба занги телефон ҷавоб надод. не ё худоё йигит, ту кай меоӣ? ҳамеша дер мемонӣ. комиссарам, гурӯҳ амри шуморо интизор аст. чӣ кор кунем? рафтем, ӯ намеояд. волкан, ба гурӯҳҳои ёрирасон суроғаро бидеҳ. инҳо чӣ аст? гуфта будам ку дарвозабон намешавам. тамом мешавам, аммо то 2 гол задан. аз 2 гол зиёд шуд, ман аз бозӣ мебароям. рафторашонро бубинам. хайр, зуд бошед, ин бозиро зудтар сар кардан дар кор. ё худои меҳрубон. гурӯҳи муқобилро гӯед сахт бозӣ кунанд, яъне баъдан даъво накунанд боз. گفته‌هاشون جنگ در قفس بوده است. حیاتم سوخت، بدبخت شدم. آخ این حریف منو میده میکنه. یگو چیز فکر کردن در کار وگرنه حالم بد میشه. آهسته. برادر گرامی خط اجازت ده یک لحظه با اتاقی لباس پوشی روم. با برادرم زنگ زنم آمده جنازم را خواند. این آدم مرا پاره میکند. اجازه دهید 5 دقیقه بعد میآیم. ای آدم شما مگر مرا مسخره دارید؟ کشایید این را، من الرژی دارم، نفسم میگیرد اینجا. گوش کن برادر، حاضر من به نزد تو میآیم. تو مرا دو مشت بزن، من خودم را میپرتایم، نکاوت میشوم. غالب شده از اینجا روم. چرا میزنی؟ یا خدایا، با تو مصلحت کردیم که فکر کردیم ما دانه تربوزیم. خودت خواستی این را. زیرا چه از رو نشان میدهم. برخیز از جایت جنگو، چکار میکنی؟ ایستا. سرده التماس سرده ها. سرت را به کار درار. آن زن چه گفت؟ جنگ در قفس مثل حیات به سر بردن است. جای ضعیفش را یافته به آنجا هجوم کن و مشت زن. مشت میزنم. یافتم جای ضعیفش را یافتم. تمام برادر، تمام. نکاوت.
تمام نکاوت شد. من نکاوت قبول کردم. الان ببین. تمام بین. به زمین افتادم. تنفس شد. صدای تنفس شد. جنگ تمام شد. تمام برادر. خدا از تو راضی باشد. تو مردک ما رو مسخره داری ها؟ هیچ خیلی کار و رفتار است نه من چرا شما رو مسخره میکردم؟ در تو خیلی باسو یک کلید دارم. باید رفتن رو بگیرم. این چی گپ است احمق؟ چه ها میگویی ها؟ خیر رفته خودت بیار زود. در درون جیبم مثل یک کلید ماشین اسباب هست برادر. برایم مهم است. از رحمتی بیبیم میراث مانده است. وای برای من قوت میدهد. اگر وای رو ناری من اینجا هلاک میشم. خواهش میکنم. میخواهی عاقبت کارت رو ببینی؟ من این تیری چی است؟ حالا جنگ نکن. اکی شوکت با تو سلام گفت. مثل آدم رفتار کن. اگر جنگ نکنی این تیر در بین پیشانیت میدراید. یعنی میپراند. یکی است؟ نه. الو؟ بله سردار آمدیم. اطراف رو احاطه کردیم. یگان خبر شد میرسونیم. چی گفت؟ امضا نیست. بر ذمه من بود. همش رو من حل میکنم میگوید. وای داد. چی کار میکنیم؟ به امضا میدرویم. یعنی یگید میبود همش رو به ذمه میگرفت. چیکار کنیم؟ دیگر علاج نداریم. دعا میکنیم و با اونجا وارد میشویم. دیگر از دستمون چی میآید؟ این کار رو ببینه. یا آیسته برادر. بس است. برخیز جوید برخیز. برای خستن قوت لازم است. برخیز جوید. اینقدر ضعیف نشو. در کجا میکردی ها؟ در کجا بودی؟ اینجا رو چه پیدا کردی؟ تو مگر نمیفهمی؟ جوینده یا بنده است. برادر گوش کن. التماس مرا از اینجا برار. من تماما جنگ کردن نمیتوانم. وای مرا میکشد. خواهش میکنم مرا نجات ده. من مردن نمیخوام. زود باش. گپ زدن رو یک طرف گذار و مرا گوش کن. تو این سوزن رو بگیر. یعنی چی خیلی؟ مگر او رو با این سوزن سیخ کنم؟ با واسطه سوزن او رو مغلوب کرده میتوانی. با پایش درایت کاری کرده نمیتواند. این رو در جای مناسب بگذار. چقدر جای مناسب؟ در جای مناسب. در قدم جای حریفت. چی میگویی؟ با دقت باش و پای خودت ندراید. رحمت من این کار را چه کنم ها؟ این سوزن رو باید در کدام جایش مانم؟ همین که مغلوب میشه؟ خدایا با من قوت بده. خدایا با من قوت بده. اکا وارد میشویم. چه خیل؟ امضا ماندن؟ امضا نیست. دیگر علاج نداریم. رفتیم. میدرویم بچه ها. بس است برادر. من دیگر نمیتوانم. با خدا بس است. سوزن را در کجا افتاندم ها؟ کجا شده؟ برخیز. خدا نابود شدم. برخیز آخر جنگ کن. Tepeme çökmeden çok acayip tipler İplerin inceldi iyice Neredesin birader Tepeme çökmeden çok acayip tipler İplerin inceldi iyice Neredesin birader
dert yokmuş gibi. Battık madem Polis en açıyor dibine. ona cümbet. Fark etmez mevzu bende. Elimde silah, belimde rozet. Tam daldım mevzu içine. Ama artık daraldım be. Neredesin birader? Tepeme çökmeden. Çok acayip tipler. İpler inceldi iyice. Neredesin birader?